در کتیبه‌های کهن از جمله در منشور پارسوماش از زبان کوروش چنین می‌خوانیم: بگذارید هر کسی به آیین خویش باشد، زنان را گرامی بدارید، فرودستان را دریابید و هر کسی به تکلم قبیله خود سخن بگوید. آدمی تنها در مقام خویش به منزلت خواهد رسید. گسستن زنجیرها آرزوی من است، رهایی بردگان و عزت بزرگان آرزوی من است. شکوه شب و حرمت خورشید را گرامی می‌دارم، پس تا هست شبهایتان به شادی و روزهایتان رازدار رهایی. این فرمان من است، این واژه، این وصیت من است. او که آدمی را از مأوای خویش براند، خود نیز از خواب خوش رانده خواهد شد. تا هست هوادار دانایی و تندرستی باشید. من چنین پنداشته، چنین گفته و چنین خواستم. فرمان روایی که همدل مردمان خیش نباشد، سیه روزتر از همیشه سرنگون خواهد شد. پس از قول من بگویید، به جباران این جهان بگویید که از ظلمت خیش حتی پلاس پاره‌ای به گور نخواهید. هشدارتان میدهم، او که به کشتن آزادی بیاید، هرگز از هوای اهورا خوشبو نخواهد شد، بخشوده نخواهد شد، بزرگ نخواهد شد. بی عاقبت او که بر پریشانی مردمان حکومت کند، بی فردا او که بر درماندگان حکومت کند. شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به صبح میرسد، گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی بسته است. ما از کمینگاه اهریمنان خواهیم گذشت، ما ظالمان زمین را در هم خواهیم شکست، ما زندگی را ستایش خواهیم کرد، آزادی را و عدالت را ستایش خواهیم کرد. ما ظالمان زمین را در هم خواهیم شکست. شب بخیر.